ام، امروز میخوام در مورد محاسبه چگالی پلیمرها از روش شناوری باهاتون کم صحبت کنم. خب میدونیم که چگالی پلیمرها رو میشه از روش های مختلفی اندازه گیری کرد. یکی از روش های اون روش شناوری هستش که این چگالی با چگالی بالک متفاوت هستش. دانسیت برابر جرم واحد حجم هستش، یعنی اگر وزن پلیمر هر چقدر باشه اگه تقسیم بر حجمش بشه دانسیتی اون رو به ما میده. نیروی بویانسی چی هستش؟ نیروی بویانسی نیروی هستش که رو به بالا اگر یک جسمی شناور باشه توی یه سیالی، از طرف سیال به جسم رو به بالا بهش وارد میشه و از اونجا که هر عملی یک عکس‌العملی داره، عکس‌العمل اون نیروی وزنی هستش که خود جسم داره. در نتیجه جسم توی سیال معلق خواهد موند که اون سیال میتونه آب باشه یا هر چیز دیگه. محاسبه چگالی پلیمر از روش شناوری، حالا این عکس به صورت شماتیک کاملا فرضی اینجا آورده شده و در واقع نوع دیگه ای هستش، ولی برای اینکه شما آشنا باشید با اینکه اصلا این روش چجوری انجام میشه، من یه عکسی واسهتون گذاشتم. نیروی بویانسی نیرویی هستش که با توجه به کتب مختلف حاصل ضرب گاما F ضرب در وی اس هستش که گاما حاصل ضرب رو ضرب در جی هستش که رو دانسیته و جی شتاب گرانش زمینه. که گاما F F مخفف فلوید و اس مخفف سالیت هستش. یعنی اگر ما گاما سیالمون رو ضرب در حجم سالیدمون که همون پلیمر هست بکنیم، نیروی بویانسیمون به دست میاد. خب نیروی بویانسی رو به بالا هستش و از اونجا که ما جسم رو و یا همون پلیمر رو قوطه‌ور کردیم داخل سیالمون که اینجا آب فرضش میکنیم، در نتیجه یک نیروی اضافه بر نیروی بویانسی سیال داره به جسم وارد میکنه و در نتیجه نیروی بویانسی باید با یک نیروی اضافه جمع بشه تا وزن جسم رو به ما بده. در نتیجه اگر WS یا همون وزن خود پلیمر رو مساوی قرار بدیم با FF که نیروی هستش که در واقع آب داره به جسممون وارد میکنه، برای نیروی بویانسیمون این تساوی رو به ما میده که از گفتیم همون سالید پلیمر هستش، F فلویده و B بویانسی هستش، مخفف اینا هستن. خب اگر این رابطه ها رو بخوایم ساده کنیم، میدونیم که وزن و نیرو هر دو از یک جنس هستن و میتونیم این رابطه ها رو ساده کنیم و نهایتاً به رابطه نهاییمون برسیم که رو S به رو F مساوی MS تقسیم بر MS منهای MF خواهد بود که این رابطه ای هستش که توی ترازو میتونه استفاده بشه. یعنی ما این رابطه نهایی رو میتونیم استفاده کنیم برای زمانی که بخوایم دانسیته یک پلیمر رو، یک شیت پلیمری رو حساب کنیم توی سیالی مثل آب.